حمد و ثنا بر الله متعال و درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امروز هم که باشد خواستم در یک مسئله مهم بحر طالب علم داشته باشم. این صحبت من بحر اون کسایی است که به اسم طالب علم اونها شناخته می شوند. بعض مسئله های است که امروز طالب علم ها با او اشتباه از اونها سر میزند، علل خصوص از بنده بارها این مسئله سرزدگی است. به همین خاطر خواستم این مسئله را بیان کنم. برادران اهل اسلام، وقتی که شما را به اسم طالب علم یا به اسم عالم میشناسند، در بعض مسئله ها در حال قضاوت نکنید. بالفرض کردیم یک برادر شما را زنگ میزند، تماس میگیرد، از مشکلات زندگیش، از نافهمی زندگیش به شما قصه میکند، به شما شکایت میکند. شما در حال فیصله نکنید، در حال حکم جاری نکنید، به خاطر که طرف دیگری مسئله را حال شما پرسش نکردگید، فهم ندارید، در اون باره یکم معلومات ندارید. شما در حال فیصله نکنید. برادران اهل اسلام، وقتی یک برادر از اسلامی از مشکلات زندگیش، از نافهمی زندگیش به شما شکایت میکند، شما کوشش کنید که اون طرفی مسئله هم ببینید. یعنی از طرف اون خواهری که قی اون دوره زندگی میکند، از اون چی مشکل است، از اون چی پرابلم گذشتگی است که در بین زندگی اینها نافهمی هست. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنید که علل خصوص طالب علم ها در این کارها داره و قضاوت نکنید. و دیگر اینکه یا یک برادر زنگ میزند، شما را تماس میگیرد یا در نزد شما میشیند، از کار و بار مشکلی خودش قصه میکند. یعنی از کار قصه میکند که مثلا که من فلان آدم کار میکردم، همون آدم مرا فریب کرد، یا همون آدم حق مرا خورد، یا همون آدم مرا کار برد به دیگر چیزا، مثلا چیکار کرد، شکایت ها که میکند. هر دو طرفی مسئله را ببینید، بعدا قضاوت کنید. اصلا قضاوت کردن کار هر انسان نیست. انسان های با علم و با عقل در هر کار قضاوت نمیکنند، لیکن همین انسان هایی که اندک یک فهمی خورده که از علم دارند، به همون یک فهمی خورد چون در حال در هر جا فیصله میکنن و حکم میکنن و فتوا میدن. به همین خاطر هر برادری که از مشکلات کار و بارش یک برادر دیگه گپاش بلند رفته است، در حال شما حکم نکنید، هر طرف مسئله را نظر کنید. اون برادری که او را کار برده است، اون برادری که او را مزد کاری میدهد، یا این برادری که او بگیم که کارگر دارد، از هر طرفی که شکایت که باشد، اون طرفی مسئله هم دیدن در کاره. به خاطر که بسیار امروزه، اگر اشتباه نکنم 70% هم بگم 70% که امروز طالب علم ها حکم جاری میکنن برای مسئله ها ده، یک طرفی مسئله را نمیبینن، در حال حکم جاری میکنن. اونایش که انصاف دارن بعدا نگاه میکنی چند روز بعد از همون حکمش بر میگردن، میگم من در همجا اشتباه کردم، من در همجا خطا کردم. به همین خاطر عزیزان دل، در هر کاری که وقتی قضاوت کن میشه، وقتی که حکم جاری میکنه، فتوا میده دیگر باید که هر دو طرف مسئله را بینه. به خاطر که امروز بعض برادری است که از مشکلات زندگیش میاد گپ میزنه، طرف مقابل یعنی طرف زن پس زدن میگیره، همه عیبا را در بالای زنش میاره. لیکن وقتی قضیه را ما نادیده حکم میکنیم، وقتی که قضیه را اصلش نظر میکنیم، عیب ای جانبی هم جوان بوده است، ای جانبی دختر نبوده است. در اینجا کی خطا میکنه؟ ما خطا میکنیم. من خاطر هر دو طرف این مسئله را دیدن نکن. یا یک برادر میاد از کارگر شکایت میکنه، میگه کارگر مرا فریب کرد، از ما گرفت، دیگر گپور زدن میگیرد. وقتی ما قضاوت میکنیم، وقتی که او طرف مسئله را نظر میکنیم که همون کارگر حقش خورده است، همون کارگر از ظلم کرده است، که همون انسان کارش چیکار کرده است، پرت افته است، گریخته است، رفته است، یا مال هم آدم تلف داده است.
به این طریق دیگر مثال ها زیاد هستند، لیکن انشاءالله فکر میکنم که برای انسانی که فهم دارد میفهمد همین برای اون کفایه کننده است. الله متعال همه من و شما را توفیق هدایت نصیب روزی بگرداند.